فراشان و تمیزکاران خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه مسجد تقریبا هر روز این جویبارهای پر از پرتاب گذرگاه فاتح آباد را تازه میکنند. این مسیر بدون تنفس کار میکند و یک راهی نزدیک به تاشکند، پایتخت ازبکستان است. تمیزکاران میگویند از سبب آنکه مسافران و شماره نقلیات روز تا روز میافزاید، آلودگی محیط زیست هم در این منطقه زیاد میشود. ما قطعه برای جمع‌آوری پرتاب‌ها موندیم، هیچ کمبودی برطرف نشد. پس آن برای جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی قطعه موندیم، بر زمین با همین کمبودی برطرف نشد. ما این نوشتجات آگاه کننده موندیم. خود دین روز 4 عدد کامراها نصب کردیم، کامرای نظارتی. این کامراها از جانب بخش حفظ محیط زیست پر نظارت کرده میشوند. مشکل اساسی افلاس شدن راه و جویبارها به گفته این مسئول حفظ محیط زیست رعایت نکردن قاعده های بهداشت و در جای معین شده نپرتافتن زباله ها از سوی راهگذران است. در یکم روز نصب دوربین های نظارتی چندین چنین حالت ثبت و نسبت عاملان جزا داده شدند. روشن در اینجا 1 سال باز به جمع‌آوری زباله های پلاستیکی و پرتوها مشغول است. او میگوید در یک روز 3 بار اطراف را تازه میکند، ولی پرتوها روز از روز بیشتر میشوند. پیش فوران ماشین مایده میماند، در 5% هم میپرتوید. تازگی رعایت نمیکند. آدم‌ها تازگی رعایت نمیکنند. همین 5% کشیدی در یک سلفان هم وای که یا بی‌اثر پرتو خیلی نیست. این اما یان استیان که پرتو نمیگه. انرژی است که میخورد، بکلاش که میخورد، آب میخورند همش دمی. دقیقه دیره سلفیت که پلفیت که همه موسورات دقیقه دیره. شینان даже همو توالет دادن هم ماشینوش کروشون میکنن خودی 5% دام هم سرام که میپرتویند. این مسئله در نشست خبری رئیس ناحیه مسجد نیز باعث عصبانیت و تکرار به تکرار ذکر کردن این مشکلات بود. اعظم علیزاده در این کار اساساً بارکش‌های بین‌المللی را سببگار می‌داند و دستور داده است که ورقه‌های آگاه کننده با زبان‌های تاجیکی و روسی و انگلیسی نشر کرده به همه راننده‌ها و مسافران تقسیم نمایند. این همشون کمزیستون میکنن. دیگه یک کس نمیکنه اونجا. آدمی که پیاده میگذره و خود دماغش جو میپرتویند. در همین حال یگان راننده بارکش آماده نشد در نزد دوربین این مسئله را شرح دهد. برخی از آنها در صحبت حضوری گفتند که بنابر پولکی بودن حاجتخانه در توقفگاه و بی‌بندوباری و انتظاری‌های طولانی در گذرگاه چنین حالت‌ها به وجود می‌آید. شرکت‌هایی که اونها را خدمترسانی میگن خدمترسان بر اونها میکنن خطی اونها قطعی خواجگی منزل کاملی ما شرطمون نمیکنن. 2000 سوم در یک معبود است. من ازش دستری ما با یک توریست میاد چی میگه که انا با همین گپ و همون چیش با نام ما با کمی دیگرو میگن هم کش شده. نظری مسئولان توقفگاه تاجیک ونشترانس به این مسئله معلوم نیست و در حالت ثبت گزارش به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که نوارگیری این منطقه منع است. با وجود آنکه این گذرگاه نقطه آخرین راه پولکی دوشنبه چناق است، مسئولیت تازگی محیط اطراف به دوش کیست ناروشن میماند. گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان با آیبک ازبکستان یکی از پررواترین مسیر بین تقریبا 15 گذرگاه دانسته می شود. مسافران اینجا قبلا از پلیس‌ثانی نظامیان و رانندگان بارکش از گران شدن گذرنامه شکایت داشتند که بعداً تا جای حل خیش را پیدا کرد. همکنون مسئولان مقامات محلی امیدوارند که رسانه‌ای شدن آلودگی‌های محیط اطراف بسیاری‌ها را به احتیاطکاری و مسئولیت شناسی وادار می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه فاتح آباد ناحیه مسجد.